20 دیگه مونده تا تهران. آره حالا اگه خلوت باشه ترافیک نباشه میرسم تا 45 دقیقه. آره دم جنت آباد یه قربون تو برم. آره خدا. شکمن اینجا نشستی؟ بیا خوشی بیا تو. اندک تو بده. چپ ممنون. این پکیج لوئیز فیلمایی که خواسته بودین رو گذاشتم اونجا. اگه اجازه بدی من دیگه میرم. کجا برات شربت آوردم؟ نه دیگه دیرمه من. علی تارا داره میره. مسافرین محترم بفرمایید سوارشین حرکت می‌کنید. جا نمونن آقایون. چای سرد نشه. چیکار می‌کنی میرفتیم بالا؟ دوربین داره دوربین کجاست؟ بالا سمت چپ دوربین داره. بچه‌ها فقط مال وارد شیشو نزنین روشن بودن. ما کجا بفهمیم کدوم مال مورد شیشه؟ دوستان اصلا تا بخوام بفهمم ما پشت بومی ما اومدیم. باید لطفاً آقای عزیز. بله باید. ایمان! ایمان! بودو سفتن! کجا رفتی شما؟ یه غذا رو کشیدن یه اکبر رو ندیدی؟ اکبر کلا اینجا اون فندک باش دادم من. بردتش. نگفتم حواست بینی همه چیز باشه؟ رفتی چیز بزنی. بیا! مطمئنی ندیدیش؟ بابا همینجا بود. چیکار میکنی؟ تو تهران کیو داره؟ آخه یه پسر داره. آدرس! تارا خداحافظ. صابر بله. حساب کتاب باشه بعدا. نه چی بعدن؟ هدف این بعدن. ببین تارا صدا تو برای من مولا نکن. ما اینجا آبرو داریم. آقا موری تحویل بگیر. صرف بزن. تو جواب منو راست میگه دیگه. راست میگی دیگه. خسته شدم. از چی خسته شدی؟ مگه تا حالا پولتو خوردی؟ حرف بزن دیگه. آره اوله. من که خودم پول خرید. من همیشه مگه خودم پول ندادم. این دفعه بهت میدم. ولش کن موری میبری. باشه بشین تو برو دیگه. تو سرت موری. تیتی میری خونه میخوابی یا آنلاین نشی میفهمم.
آره خدا آره ببینم. باشه دورا این المبیا رو برداشتم. در بزن المبیا رو بردارم. پول که دادی المبیا رو میبری. کوپا رفت دیگه. المبیا کو؟ آخ مون تو ماشین. اون دیشینم از المبیا. آقا من میشه یه آدم همش ضرر باشه؟ خدا شاهده 100 کیلو ضرری. ما چه گویی خوردیم با تو پسر خاله در اومدیم. کرم که شدی نمیشنوی؟ آقا برای چی المبیا رو دادی این دختره ببره؟ دختره کیه ماست؟ با تو دارم صحبت میکنم. آقای موری خان. کیه؟ منم. کی؟ میگم منمه. کی؟ صدا آقامه. آقات؟ امکان نداره. به ارواح خاک مادرم صدا آقامه. آقات این وقت شب اینجا چیکار میکنه؟ اصلا امکان صدا نداره آقا تو باشه. من دارم میگم صدا آقامه. کیه؟ بابا کنین دیگه. صدا آقاته. آقا جون نوکرتم این ورا. چی شد آقا جون؟ بیا تو در. چی شده؟ اکبرمون سلام. پارسال دوست امسال آشنا هست. علیک اینجا کسی نیست؟ اگه ما رو آدم حساب کنیم ما هستیم. میگم حالا چی شده بعد این همه سال یادی هم ما کردیم اونم این وقت شهر. نه وقت گلگی نیست که مرزه لیوان آب واسه من بیار. خنک باشه یا آب شیر باشه؟ آب شیر باشه. آب شیر اینجا هست شکر رو میتونی بخوری. این آبش خوب نیست داخل بیار. مرزه‌شو داری یه کاری واسه من بکنی واسه جفتمون. مرزه‌شو که میدونی دارم. تا چی باشه؟ میخوام اینو بگیری اینو تو خود چی شده ازش مواظبت کن. این چی هست؟ بعد هم واسه میگم فقط یه جای امن بینشون. همینجا امنه. بیا تو. اینجا که نه بابا، اینجا که پیداش میکنن که. کیا؟ همونا که دنبالشن. اونا آدرس اینجا رو کجا دارن؟ بابا سفته رو دارن، به 2000 آدرس اینجا هم دارن دیگه. مرد حسابی بعد این همه سال اومدی اینجا برای من دردسر تو آوردی. آوردم. بدبخت میگم با این تو نوه نتیجه همونم خوشبخت میشن. آخ تو برای من چی کار کردی که بخوای برای اونا بکنی؟ برای تو کردم. آقا من تو این محل به اندازه کافی تابلو هم تو بدترش نکن. خب تو سرت با پوله میشه تمام این محل رو خرید. خدا وکیلی اما که مگه تو این چیه؟ به هیچ کی نمیگم. به هیچ کی من غلط بکنم اما یک چیزی بگم. بیا اینو یه جایی درست وای میکنی منم 5 6 روز کجا میری؟ بهتره شما ندون. آخ یک تو به من کلید بدی. کلید دیگه برای چی؟ شاید اومدم شما نبودی. آقا جون اگه اینو اومدن اینجا چی؟ مهم نیست، مهم اینه که این اینجا نباشه. 5 6 سال منو ندیدیم، 5 6 دقیقه همش بو اصلا ندیدم. آره دیگه شطور دیدی ندیدی دیگه. آقا جون خیالت از بابت این تخت باشه. گاویا من مطمئنم هیچ کس دنبالش نیست. آقا من مطمئنم نه کسی دنبالش نه تو این چیز مهمه. این خط این نشون بیا. اومدن. دیدی گفتم دنبالشم. جلو در راه فرار نیست در این در. یا خدا درو بستی آقا جون. آره درو بستم. میخوایم بریم تو در ببینیم چراغ رو خاموش کنیم. اصلا بذار من برم ماشین صحبت کنم بگم شما اینجا کجا نیومدین. میری؟ چی بکنی بابا فکر کن. آقا جون فقط یه راه هست از این راپله بریم پشت بون. بیا شما بریم. شما بیا برو. شما بیان بریم. آقا چی من شما رو بزنم برم. بیا خیلی مهمه برو بالا. بس میخوای شما بریم من با میسم مقاومت میکنم. مقاومت چی مگه جنگه؟ آقا جون بیا شما با ما بریم. بیا شما بیا با ما بریم. آقا جون بیا همیشه با ما بیا. همیشه عاطفه‌تون می‌کشه. قبرستون من میرم قبرستون. کجا داری میری؟ آقا مگه نباید بریم یه جای امن پیدا کنیم اینو قایم کنیم. کجا دارم میرم؟ کجا؟ من بگم اونم. وایسا
آها ببریم خونه متروکه که سه تا خیابون بالاتر. اونجا که لوله زنبوره. آره همون. نه اونجا نه. چرا؟ اونجا نه میگن جن رفت اومد میکنه من میترسم. تجارت بکش تو مگه به جن اعتقاد داری موری؟ نه اعتقاد ندارم. خب چی میگی؟ ولی من به هر چی اعتقاد ندارم درست عذاب در میاد. آقا ما دوتا با همیم، من چی میترسی؟ آقا اگه اون دوتا با هم باشن چی؟ ما هم دوتاییم دیگه. آقا اونا سه تا باشن چی؟ آقا ان شاءالله که نیستن. چی میگی آقا؟ بیا اگه باشن نیستن دیگه. موری میگم تو مطمئنی کسی تو این خونه نمیره بیاد دیگه؟ نه مطمئنی؟ تا اونجا که من مطمئن نمیشه که نمیاد. پس بپر روش رو در. من نمیتونم ببردم، من میترسم. اینجا جن داره صابر. موری جن ترس داره؟ صابر جن ترس نداره. وای موری این حرفو نزن، جن ترس داره. صابر جن ترس نداره. نه. خب چرا خودت نمیری تو؟ نمیبینی اینا دستمه؟ خب اینم دست منه. خب کیفو برای چی میاره؟ خب ما کیف میخوایم الان چی کار؟ چی کاری سخت من بعد جواب من تو نمیبینی من تو هم؟ موری بیا بریم تو. کی در رو باز کرد؟ جن من گفتم اینجا جن داره موری من وا کردم حالا یکی میاد میبینه. بیا بریم. بابا من اینجا جن داره بیا تو. خودم یه جا پیدا. موبایلت روشن کن. روشن موبایلم لعنتی نور موبایلت روشن کن. چرا عصبانی میشی؟ جان من همینجا بذار بریم. تو یه جایی مطمئن پیدا کن من بذارم اینجا بذاری. بابا اگه آقاد بودن من کجا میذاشم همینجا بذاریم. بیا دیگه بابا پایین همینجاست. بیا صافن خاک بسته. آسف کجا موری چی شد؟ وای موری پاها انداخت صابر پاها انداخت. جنه پا انداخت. من گفتم اینجا چی میگی؟ چرا توهم زدی؟ جن نیست اینجا. نترسی ها. چیو بذارم اون؟ بذار یه جا دیگه بریم دیگه. مگه نگفتی بابا بود کجا میذاش؟ بابا بود میذاش تو خاک. بابا میذاش تو خاک. من چیکار کنم؟ من کف اینجا رو بگم کف اینجا موضوعی چه صابر. اصلا میخوای یه چیزی بپیچم کاتو پیچش کنم مثلا اون بغل. من چی غلطی باید بکنم الان؟ هیچ جواب من الان باز جواب داد. چی آبی نیست؟ یه دقیقه اینجا واسه من برم ایسی پیدا کنم. بیا. کجا داری میری؟ کجا میری؟ بیا با همین میکنیم دیگه. اونجا نه چون اونجا نمیری فاصله به. کجا رو بکنم؟ بیا به در دیوار ویدیو بکن حداقل پیداش کنیم. بیا من میکنم همینجا. که یادمون باشه کجا رو کنم. باشه من همینجا. خیلی خوب. آقا اصلا اول اینو بیاریم واسه ببینیم چیه. چیو بذارم؟ اینو بزنیم واسه. چیو بذارم؟ آقا اینو بزنیم واسه ببینیم خوبه. واسه چی توشه. من ببینم به درد کار میخوره یا نمیخوره. بزن چی واسه. عصبی شدی موریا. این دست کیه؟ مال منه. نمی‌دونم چی بابا اون دست کیه؟ مال من نیست. اینو باید یه 7 متر خواهد قایم کنم. بخونم من اینجا رو میکنم. میکنم بابا جوش بابا نخون. یه کار خودمه.
کجا میزن؟ چرا اینقدر خاک منطقه سفته؟ کجا رو داری میزن؟ عینک تو بزن عینک رو بزن لعنتی. این خاکه دیگه. ثابت کجا زده؟ کی؟ بابات. مرد حسابی درست صحبت کن که بابای من دوزه. مگه نه دنبالش کرده بودن؟ آ چه ربطی داره؟ شاید اون دوتا آوردن بدن بابام بفروشم، بابای من صلاح دیده برداشته. خب این اسمش چی میشه؟ دزدی میشه ولی قشنگ اینجوری میگی تو رو. دزدی میشه. کیه؟ کی؟ یعنی دست کیه؟ چه بگم؟ شاید دست زنی پادشاهی چیزی باشه. چقدر میارزه؟ خیلی میارزه. میام تو از کجا فهمیدی دست زنه؟ معلومه دیگه، نگیدی چقدر جواهرات بهش وصله. خب پادشاه قدیم همشون جواهرات مینداختن. ولی خب خیلی ظریف بود دیگه. بس خوب شد نذاشتم دست بزنی بهش، نه؟ ببین موری، اسکلتو محرمن. اینو دیگه نمیدونم. دستم خورد. نه نمیدونم. آقا من میرم جلو. بابا همینجا رو داریم میکنیم، اینا میکندیم واسه میخوای بری جلو. نه اینجا رو نمیگم که. میرم جلو با پول میرم تارا رو میگیرم. خواستگاری میخوام میدن بهم دیگه این دفعه. بابا برو بینیم بابا، مگه این پول مال توئه که میری جلو؟ پس مال کیه؟ برای من بابامه. بابا این همه زحمت کشیدم اینجا دل خودم من دعوت کردم واسه خیلی خودی بابا یه سلسه این برای منه. سلسش مال توئه. برای من نیست. نه آقا من کار نمیکنم. آقا شوخی هم نمیشه با کرد، مال هممونه دیگه. بکن بابا. بس دیگه این بره تلفن اصلا سابقه نشه بابای من تلفنش خاموش باشه، اونم تو این شرایطی که ما قراره خبر یه چیز دزدیده بودم، من تلفن خودم جا نمی‌دارم. آقا اگر من هم چیزی بدون اجازه صاحبش از جای برداشت به جای دیگری منتقل می‌کردم. خب دیگه آقا هر چی من عذر می‌خوام. تو تارا رو بگیری یا نمی‌دونم فلان و همین چی نشدی دندون تست کردی برای چه خبره ماری؟ آقا بدبختشون در جمع‌آوری ماهواره است. آقا آره نیروی انتظامی ول کرده داده نظارت بهداشت داره جمع می‌کنه، با آمبولانس اومدن جمع کنن. چی میگی؟ تو چی نشان استعداد کردن؟ تو هم نمیشه ظرف کنی. نمیتونی چون من اگه چند سال دیگه محلم سلام علیکم. چی شده؟ والله یه بابایی هم بالا افتاد. بابا کی؟ نمیشناسمش. خدا کنه آشنا شد صدای منو میشنم. اصلا آقا چی شده؟ نمیدونم افتاده بود اینجا. عباس دهدت به سرم آقا بابامه. شوهر خالمه. بیا پسر خالمه. نمیتونم تحملش بزنم. من با چی برم؟ بابا علی آقا موتور تو بیاری من برم. علی آقا روشن کن. بریم دنبالش. سب کن حرف نزن. یا صاحب من زنگ میزنم تارا بیاد دنبالمون. تارا تازه بیاد دنبالمون تا بیاد ما رفتون نمیخوام. بابا تا اون بیاد ما هم یه چیزی میخوریم، من دارم گرسنگی میمیرم. آقا موری پس تو از اولم نمیگفتی بریم گیر تارا بودی، فکر نکنیم ما خرید. بابا ما 15 روز اونجا بودیم، همه کار رو انجام دادیم دیگه، برای 40 دقیقه دوباره برمیگردیم. آقا شاش فسفوری رویه مال واسه هم ده مارم بده. زر میزنه. اینو میگم بده آقا. این ساک ما. دم شما جان. صاحب به جان خودم من به تارا فکر می‌کنم، من به مشتری‌ها فکر می‌کنم. به ارواح خاک آقام تو فقط داری به تارا فکر می‌کنی. بابا چی تو داری میزنی؟ ای بابا. بابا اونو چال کردی، برای تو اهمیت نداره؟ آقا پدر تو که چال کردی اون وقت خیالت راحت، خدا رحمتش بکنه. این که الان دیگر چال کردیم برای ما اهمیت داره. اهمیت داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ بلند بگو من بشنوم. یه صلوات میگم داره دیگه. من به این تارا بدی سر عمر دیگه. با بچه دیوونه اون کلید بده. بیا. خدا بیامرزه باباتون. خیلی ممنون، خدا رفتگان شما رو بیامرزه ان شاء الله. بریم تو صحبت میکنیم. بفهمید. نه بابا تو چرا همه جا بگید. زشت آدم رفیقای باباش خونه را نده. رفیقای آقام که پس چرا من تا حالا ندیدمتون؟ اصلا مراسم کجا بودن؟
بودیم یه گوشه وایساده بودیم. الان برو یه گوشه وایسا. بهش میگم یه گوشه وایسه. چه برو تو؟ مثل خالم بودا. بالاخره پیدا شد. موری ما نه چیزی دیدیم نه جای خبر داریم فهمیدی؟ چطور دیدیم ندیدیم؟ باز اینو گفت. بعدم تو مریضی زر میزنی وجودم نداری لات بازی هم. گفتم قربان هجله بکشم دیگه مثلا کشتی. عمرن این نگه دیگه پیداشون بشه. باز از اون حرف. خانم ببخشید ولی شما کلید از کجا آوردین؟ کاروانسرا است پسر جون میای تو؟ گفت که ما دوستای پدر خدا بیامرزتون هستیم. اصلا اون شبم خودمون زنگ زدیم اورژانس. این کلیدام از تو جیبشون افتاد. وقت شما چی خانم؟ ولی آقا پسر شما همیشه اتفاقی بالا سر جنازه رفیقاتون پیداتون میشه؟ اتفاقی نبوده. بذار میام تو بهت میگم. نگفتم یه گوشه وایسا. موری یه لحظه اجازه بده. آقا پسر برای بار آخر بهت میگم کاری داری همون بیرون تو خبری نیست تمام. آقا صابر یعنی نیاین تو صحبت کنیم. چرا دیگه باید تو صحبت کنیم به نظرم نه موری؟ بفرمایید. بذار بیام تو. فقط مجردیه این خونه احتمالاً یکم به هم ریخته است. بفرمایید تو بفرم. این خونه چرا به هم ریخته است موری؟ ما فقط یه نگاه انداختیم اونم به خاطر رفاقت با بابا. کار شماست این یه نگاه خانم زدی خونه رو ترکوندی. آقا موری بفرما تحویل بگیر بفرما. اینجا چرا این وضعیت چرا به هم ریخته شما بگو. چیزمون رو پیدا کنیم خودمون مرتبش میکنیم. خانم چیزتون تو خونه ما چیکار میکنه؟ اونشو نمیدونه. اونش هم نمیدونه. کلید داره اونش هم نمیگه ببین چیزمون هست. چیزامون دیگه. ما این همه چیز داریم توی خونه. ببین چیزی گم شده یا نشده. ما چیزی بر نداشتیم دنبال چیز خودمونیم. چیزمون رو بدیم ما میریم. یه لحظه به من اجازه بدید. خانم یه جور بگو ما هم بفهمیم. چیز چی کشک چی چیز ببین صابر جان. جانم. بابای شما یه چیزی که سهم همه ما بوده دو دره کرده. خدا بیامرز این اخلاقش رو دوست نداشتم پیرمردو. بله درست میفهمی ولی خب ایشون که دیگه درصد الان پرت شدن نکنه شما دو نفر. نه دیگه خودشون پاشون سر خورد افتاد مرد. جون صابر به جون داداشم. ما چیزمون رو ازش نگرفته بودیم بخوایم پرتش کنیم. شما از کجا میدونید که چیزتون اینجا؟ برای اینکه اکبر آخرین بار اینجا بوده. خیلی خوب شما هم که اینجا رو گشتین تمام. آخه شاید تو آمبولانس یه چیزی بهتون گفته که شما به ما نگفتی. وای موری ببین چی میگه. خانم آقای من تو آمبولانس فقط وقت کرد بمیره. هیچ چیزی هم نگفت. تموم شد و رفت. شما هم یک بار دیگه اینجا پیداتون بشه تحویلتون میدم به 110. ببین چه جوری ناراحتش کردی. خفه شو. کی با تو حرف زد؟ به نظر اجازه بدید درست میگه دیگه. تو بعضی موقع تون میشی به خصوص با خانم. خانم معذرت میخواین پسر خالم آخری است. خرجت. ببین من حساب ندارم ها. همونی که گفتم. عین ساگه دنبالتونم. روانی ببندینش. داداشم. آها میبینمت. چرا نمیدونی گوشه وایسه؟ موری داداش تو مطمئنی حسن آقا اینا خوابن دیگه؟ آره بابا 100 بار گفتم دیگه اون همیشه اول شب میخوام به جای شب و جمعه که فرداش تعطیل. بجون میگم صابر ما که داریم تا اونجا میریم اینو ورداریم بیاریم ره بره نریم اونجا جای خطرناکه به جان خودم. موری 10 بار بهت گفتم اونجا امن‌تره. ما میریم یه عکس از این میگیریم میبریم به نشون میدیم به مالخر تمام. مالخر مطمئن سراغ داری؟ تو این حرف آدم مطمئن وجود نداره. بعد چی میگی؟ آقا باز اینا رفیقای آقا من. ببین فناش ندیم و بدبخت میشیم این همه زحمت کشیدیم ما براش. خب بعد یه زمان خودمون تهران باشیم. ریسک پاشو برو دیگه. کجا میری؟ تا ببینم جلوی در هستن یا نیستن. نداری من این بر میریم مارپل بازی در نیاره. بیا برو ببینم. کوچه رو درست اومدی؟ همینجا بود. مطمئنی؟ تا اونجا که من مطمئنم.
دوربین داره. دوربین داره. اینجا که کلانتریه. اینجا که کلانتریه لعنتی. مغز خودم داره تو مغز داری، تو مغز داشتی ما رو مینداختی تو این عجب موری خفت میگه. جون خاله هیش. خسته نباشی سرکار، تقبل الله. سرکار ببخشید اینجا کلانتریه؟ نه دیگه بیمارستانه. من نمی‌بینی تابلو رو اون بالا. کلانتریه، درست میفهمم. یه لحظه اجازه بدید. حاج آقا بیاتی. حاج آقا بیاتی. بله. یه لحظه تشریف بیارین حاج آقا. حاج آقا بیاتی از خبرین این محل هستن. بله. حقیقتش دنبال یه ملکی بودن که بکوبن می‌خواستن مدرسه بسازن. ما رفتیم بنگاه محل به ما آدرس این ملکو دادن. حاج آقا بگو بله ما میکوبیم. ما میکوبیم از نو با فونداسیون میسازن. برای کیا؟ برای محرومین و مستضعفین. برای کیا؟ برای کسایی که خدا واسه به هر حال نگاه برای بچه‌ها. بله. در صورت فکر می‌کنم آدرس رو اشتباه داده بنگاه دیگه. نه دیگه اشتباه نداده. ما 3 تا کوچه بالاتر می‌نشستیم. کنارمون گود برداری کردن، دیوار کلانتری. بیا بیشورا گود برداری بی موقع. بله درست میگی. بله اومد چند روزه؟ 5 روز. 5 روز زیادم 5 روز واقعا زیاد چیزی اصلا چش گامه میگذره سرکار میگذره. چش رو هم بذاری سربازیت هم شما خسته نباشید. حاج آقا ان شاءالله یه جای دیگه کار ما یه جای دیگه میکوبیم. بله بفهمید خسته نباشید. ببخشید و من الله توفیق. خدا نگهدار. وسایل هم گرفتی برو دیگه. اینجا من دوست داری بازداشتی فردا میری داد سر کارش انجام میدی. برو من درست صحبت کن موری. این چه پیشنهاد گوهی بود داری؟ آقا مگه من پشت دستم تو کردی وقتی نمیدونستی پیشنهاد. آقا من دیگه پیشنهاد دیدم تو چیکار می‌خواستی؟ آقا یه گوهی می‌خوردم من ندیدی من چقدر توصیه کرد. آقا جو من چیکار کنم؟ موری برای چی گفتی؟ یه سوسی برای من خودم الان ناراحتم. قرونش بهت نمیدونم. تو بی خود خفت می‌کنم. من هیچ کاری نمی‌کنم. من هیچ کاری نمی‌کنم. آقا پسرم ای پسرم تو تهرون نری برو سراغ اون فکر کن به سکالت مرده با منم بغل بابام می‌خوابوندی. اینا که نرفتن چجوری دارن برمیگردن؟ حتما فاضلاب رفتن. تهران فاضلاب داره؟ چه میدونم یه راه در رو پیدا کردم. کوچه که بنبست دور تا دارشم خونه است. چیه؟ این عینک چه دیگه؟ چرا؟ خب عینک زدم نشناسن دیگه ما رو. مال کیه؟ حالا موری شر میشه. نه آشناس بره. زهر مار. نه این همه راه اومدن اینجا که بشینن. معلوم میشه. تا اون موقع من بدبخت میشم. تو برای چیز مهریه چقدر وقت داری؟ 15 روز دیگه نریزم بعد برم زندان. آقا لباس سربازی بریم تو چی میشه؟ چی میگم خوش اومدی دیگه چی میشه؟ دیگه بریم تو میگی ما سرباز جدیدیم. دیوونه شدی؟ مگه سربازی نرفتی معرفی نامه نمیخواد؟ خب جل میکنی. خب بعد یه نامه‌ای باشه که جلش کنی. آقا تو فکر نکن اصلا. خب بریم نامه رو بابک میگیریم. بابک میگه چیکاره است؟ سرباز دیگه. آقا سرباز چیکار میتونه بکنه؟ اینجوری باشه من درجه دار رفیق دارم حسن امانی. میشناسیش که؟ نه اون بابا این اونجا کار میکرده تو دفتری بوده همونجا که سربازا رو منتقل میکردن. میتونه به اون نامه بده. خب اگه بگی برای چی میخواین چی؟ خب میگیم. بهش میگی خب اونم سهم میخواد که. بهش نمیگی. خب تمام شد دیگه یه فکر درست بکن. نه خب میگیم یعنی اینو نمیگیم یه چیز دیگه بهش میگیم. یه راه حل براش پیدا میکنیم دیگه. آقا من نمیدونم خودت میتونی درستش کنی؟ آره. بابک با تو؟ با من. الان بابک کجاست؟ سر کار دیگه. خب یه زنگ بهش بزن. اینا رو چیکار کنیم؟ باشه اینا کوشن. آخ اوف
انصافاً بود. کجایی تو بابا؟ بابا یک مرد حسابی، مگه ما اومدیم ماساژ ما رو آوردی اینجا، اومدیم کارمون رو انجام. اینا پای من حساب میکنه. بذار این تو. کجا؟ پاتو بذار تو اینا. فوت ماساژ همینه دیگه آقا، اصلا کف پاشو نمال. بابک همینجوری که داری میمالی بگو ما باید چی کار کنیم بالاخره. نیفتین چرا میخوایم برین اونجا؟ میخوام زبون ما رو نمیفهمه. You okay؟ اوکی فهمید که کر که نیست داداش. اما آقا برادر نفهم. آقا تو فکر کن اصلا یه امر خیره، اینقدر سوال نکن دیگه. اگه سربازیم تموم شد پس نامه رو نمیتونم جور کنم. این کاره نیست. تو میتونی به من بگی که اصلا کلانتری محل ما سرباز میخواد یا نه؟ اینو میتونی به من بگی؟ آره خب برو همینو بفهم. آقا بچه yes I am good a little press please. آقا وقتی نمیتونه نامه بده دیگه به چه درد ما میخوره که کلانتری نیرو میخواد یا نمیخواد؟ صاحب بردار من چه حرفیه تو داری میزنی؟ چی گفتم؟ آقا اگر ما بدونیم سرباز میخواد میریم وسط را دوتاش نمیگیم، میریم تو خونه قایمش میکنیم، میریم جای اونا میگیم سلام علیکم با جای اینا اومدیم. بابا دیوونه شدی؟ چیو میری میگیری میگی سلام علیکم؟ آخه سربازا رو میگیریم دیگه. سربازا کفتر رو بندازیم تو خونه. همه کلانتری‌ها اتوماسیون شدن. نه یعنی کلانتری‌ها به هم وصلن، اطلاعاتشون میره تو هم. بابک ما مجبوریم بریم تو اون کلانتری. مجبوری میفهمی یعنی چی؟ میری میبینی اون کلانتری سرباز میخواد یا نمیخواد. همین. اصلا سرباز هم بخواد نامه باید داشته باشیم یا نه؟ اون نامه رو تو من میدی دیگه. من از کجا باید بیارم؟ بابا این همه مدت خدمت کردی به سربک تو در نگری بردار خودت جمع کنی بده به ما. الله اکبر مرد حسابی تو جهلم بلد نیستی. موری برای چی اومدیم سراغی؟ آخه مگه شهر هرت مهر امضای کارگزینی باید بخوره پاش؟ خب درک من چه میدونم، اون دیگه خودت برای من میزنی. چرا من باید این کارو برات انجام بدم؟ یاد نیست این کارو من برات کردم. چه سفید؟ خدا شاهده من یادم چه کارایی برای این کردی. یادت میاد این کار برات کردم؟ بابک بی چشم و روی. یادت میاد با کارا برات کردم؟ آقا بابک توف دروت. ببینیم شب میام جلوی در خونتون. اگه این کارو برای من کرده بودی که کرده بودی، اگه نکرده بودی من خودم تو رو موری ببین چیه بابک. خب بذار ماساژ بدم ماساژ تمام بشه. نمیخوام بابا، مثلا دوست دارم مرد من دست بزنم. این اخلاقش بده. ببین اصلا نمیذاره منم دست بهش بزنم. خوش اومد. چه عجب. سلام خوبی؟ سلام خوبی. این چیه؟ پوتینه نمیدونی؟ من نگفتیم ما میخوام بریم تو کلانتری لباس سربازیه دیگه. با کدوم نامه میخوایم برین اون تو؟ آقا تو به نامه چی کار داری؟ میگه نامه. تو فقط من بگم اینم سرباز برای کلانتری میخوان یا نمیخوان. همین. سرباز میخواد کلانتریتون. 5 تا هم فرستادم. که نمیدونم. آقا پس تو چی میدونی؟ اونی که گفتم اون میدونم، با اینکه 5 تا سرباز هنوز نرفتن کلانتری. چرا؟ رفتن مرخصی. این که خیلی خوبه که. آقا چیش خوبه؟ صبری چی حرفیه تو میزنی؟ چه حرفی زدم میگم چیش خوبه دیگه. آقا ما میریم جای اونا میگیم ما سربازیم، از مرخصی اونو استفاده میکنیم. ببین بابک ما هر جوری شده بعد بریم تو اون کلانتری، چه تو اون نامه کوفتی و بدی چه ندی، ولی بعد وقتی کچلگه اون نامه رو بدی یه پول کلوف گیرت میاد. کلوف؟ آره. چقدر؟ 10 تومن. ببینم مگه چی اون تو دارین؟ بابا به تو چه؟ معلومه چیز با ارزشه. 25. این خدا وکیلی بابک مرد و مردونی توف دروت. ببین یه دقیقه صبر کن. حیف که چیزم دستم لایه دره، وگرنه بهت میگفتم 25 تومن، ولی یک کلمه بیشتر بکنی من خدا وکیلی نمیگم. این ناز. ولش کن 25 تومن میدیم آقا. سگ خورد 25 تومن. تمام. نامه رو کی میدی؟ نامه؟ آره. بابا این چه موزماریه، دو ساعت ما رو علاف کردی. این نامه است. این همه ما رو کشوندی بردی آوردی نامه رو الان داری به ما میگی؟ اصلا من خود ندیدی شو. خیلی خوب دیگه بابا. نه یعنی میگم اصلا انگار میگه با گفت تاکید میگم دیگه. خب بابا. سلام خسته نباشید. کردیم بچه زرنگ شهر شدین ها. داداش ما فکر نکردیم بچه زرنگ شهریم، ولی شما بی خود دنبال ما راه افتادی. خانم محترم اصلا چیزی که شما میخواین دست ما نیست. تمام معلوم میشه. فقط معلوم شد دوام نشون بدین. شما خیلی دنبال میخوام شما دنبال چی هستین. شما بیارین تحویلش بدین، من خودم بازش میکنم نشونتون میدم. عجیبه باز شما داری حرف خودتون میزنی. من میگم اصلا چیزی دست ما نیست. موری ها آقا بیا بکن این دست. آره باز کجا میدونی دسته؟ هی بابا داره مثل میزنه، یعنی میگه این مو نداره. بیا بکن. کجا میدونی زنه؟ ایمان جان آخه دیوونه است.
شما دنبال دستین؟ واقعا دنبال دستی کی بیاین دست زن پادشاه. پادشاه از هر چی ولش کن. فقط 20 میلیارد میارزه ها. 20 میلیارد؟ میلیارد. اول فصل گرونم هست. مفت ندیم بره؟ نه مفت که نمیدیم، اصلا شرایطش باید باشه. اصلا ما چه باشه که مفت بدیم، اصلا ما چیو بدیم؟ اگه دست آبود که ما تا الان دست به دست کرده بودیم رفته بود. آقا اینا دست به دست کردن ببین کی داره. آقا ببخشید دوست عزیز، خارج از بس این اصلا مرد بهش دست میزنه چندش میشه. نزن بگو خانم اگه دست ما بود ما الان اینجا بودیم؟ واقعا ما الان اینجا بودیم؟ اصلا یه لحظه من اجازه بدین دوستان، الان هممون خسته ایم، بی خودی داریم وقت همدیگه رو میگیریم، بریم بگیریم استراحت کنیم. خب شما خانم یه ساعتی مقرر کن، ما قول میدیم رسم اون ساعت مقرر میایم بیرون، شما دنبالمون کنید. خوبه اصلا خانم شما شماره‌تون رو من بدید. خود شما دوست عزیز شماره‌تون رو به من بدید، ما اگه دستی چیزی دیدیم رو بگو. آره ما در طول روز دست زیاد می‌بینیم. اگه دیدیم همون لحظه من لوکیشن رو براتون سند می‌کنم. باور کنید جدی میگم. بلد سند می‌کنه. با اجازهتون خدا نگهدار. شب بخیر. خدا. آقا شما شماره من نمی‌خواستید؟ بفرمایید. مهتاب. کوچیک شما صابرم. مرتضی شما شما بیشتر استراحت کنید آقا عزیزم. فقط ببخشید این هم خطی که دستتون جواب میدین؟ احمقی اینجوری متلج میکنن. ببین من فقط چند روز وقت دارم، باید بفهمم دست اینا هست یا نه. من مطمئنم یا دست خودشونه یا میدونن کجاست. اگه نباشه، اگه ندونن باید اکبر رو احضار رو کنی. وایسا من باید برم تو ماشین چیز بزنم. بیچارمو کردی با این چیز زدنت. فردا 9 صبح آقا شوخی نکن موری، الان ما شوخی کردن یعنی چی؟ من نمیرم. آقا من نمیخوام برم تو. آقا یعنی چی؟ مگه ما راه دیگه هم داریم؟ برو لیست ببین اصلا من با تو رو خدافظی نکردم نمیرم. موری مگه داریم میریم جنگ که خدافظی کنیم با تو؟ جنگ بدتره که بفهمن بیچاره میکنن، سردار کلانتری آبزیرو میکنن. فکر کردی به همین راحتی میشه با لباس نیرو انتظامی شوخی کرد؟ آقا چرا خیلی بازی در میاری موری جان؟ یه روزه درش میاریم من گردم گرفتنمون نمیگیم دنبال دستین که دستمون رو نشه، میگیم آقا با رفیقامون شرط بندی کردیم یه روز لباس سربازی بپوشیم بریم تو کلانتری خدمت کنیم. نه کجا تو آوردی الان تو؟ آقا فکر کردم از دیشب تا الان فکر کردی صابر بیگودار به آب میزنه. آخه چه شرط احمقانه آقا شرط دیگه اگه گرفتنمون نباید بگیم دنبال چیم که بتونیم دوباره یه طریق دیگه ای بریم سراغش. باشه دیگه. آروم باشه، خیلی راحت باشه، ببریم. میذاری؟ روانی فقط چی میگی؟ صابر یه اتفاق بدی افتاده. چی شد؟ اون چیه زدی به چشت؟ چی زدم به چشت؟ چیه عینکم نمیبینی؟ عینک میخوای بری تو کلانتری، برای چی معاف شدی تو برای چی معاف شدی صابر؟ من نمیبینم موری بدونی. آقا اگه رفتم تو گفتم تو که عینک داری میتونستی معاف بشی، برای چی اومدی خدمت؟ چی میخواد جواب بدی؟ خیالت عینک من تابلو نیست که، عینک من معمولی تایید کنی نیست که مثلا. صابر که دیگه عینکو بردار بود اینجا برو بالا، اونجا برو بالا، اونجا برو. خیلی خوب بابا اینو بردارم تو تارا رو تشخیص نمیدم. آقا هر موقع من تو رو با هم دیگه بودیم حتما عینکت به چشت باشه. خفه شو بابا. حواسم بهت. اینکه مرد یه روز بیشتر نیست. موری برام نکنی موری. حواسم هست. موری من هیچ نمیبینم الان. خیالت راحت بشه. اینو برام میام. بگیرش. بگیر بریم. وحید سالارزاده. قربان. صادق رحمانیان. قربان. چرا دوتا؟ چند تا؟ 5 تا. نه یعنی که بله ما 5 تا بودیم، فقط 3 تامون رفتم مرخصی. قربان من و رحمانیان با توجه به اینکه احساس کردیم نظام بهمون نیاز داره و اینطوری ما اومدیم خدمت، اونا هم برمیگردن. بله من با آمادگی کامل بدنی و جسمانی اومدیم برای عملیات. خیلی خوبه. بچه کجایی؟ شهرستان. میدونم شهرستان. کجا؟ آب یک. نظرآباد. اشکر. همون اطراف کرج. اسکندری.
اینا سربازای جدیدن. اینا رو با سیستم چک کنیم. ولی سیستم هنوز بس نشده قربان. بچه‌ها فول دارن کار میکنن. ولی بعید میدونم بعد مزاحم بشیم. این مطلبی کجاست؟ گشت. اینا رو فعلا بفرست پاسدارخونه. چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چه آقا صدا تو بیار پایین. چه خبره تو اینجا؟ اسکندر گریه یواش آقا صدا تو بیار پایین. خامس ما رو بریم چرا نداریم به جون خفشی بابا این وقت نزد آقا اینک ندارم شما بر رو بر داریم من رو نگاه میکنید. بیاین کمک کنید من پایین. آقا یواشتر گفتم صدا تو بیار پایین. یعنی چی؟ با متهم بدرفتاری نکنیم. برو عزیزم برو. دستتو به من نزن برو. برو با متهم بدرفتاری نکنیم. ما نیستی. بیا. آفر. جمع بشین چرا گرفتنشون صبح اونجایی رفتن تا اونجایی که خواهیم کردیم شده بازداشت کن جا نیست که بابا چرا همون بابا اون جنگ اتاق نداشتی با اینکی تو نزدی اونور نه اونجا برو من بشین آقا صابره نه صابر خره کیه راست صحبت کن این با شما نه ما تنها من به خلافکار بها نده اسکندری جان خب کجاست آقا اسکندری طبقه دوم چشم من خرم نه تو خر نیستی تو سالارزاده تو که میدونی من صابرم جوری چهار تا خلافکار به من میگه خر حرمت صابر اگر گاف بزنی بیچاره ایم خیلی خوب خودم واسه من نمیخواد به من بگی خیلی خوب کجا داری میری برم بالا نمیخواد بری یه واسه امتحانات کنم چی امتحان کنی صابر سالارزاده بله آفرین ببین اینجوریه حالا تو من امتحان کن رحمانیان بله موری ببین اینجا که لونه زنبور دستم که رفته گیر کرده زیر سری خلافکار که خدا ازر نگذره آقا به من چه ربطی داره مگه من گفتم اونجا بشه بازداشت تو گفتی بذارین اینجا بابا یه گویی خوردم اون موقع تو حالا دل نمی‌کنی همش داری میگی اون چی بود تو رو شناخت چه میدونم دو نفر دارن حمله میکنن به من چه قدم برش مبارزه بس کردم خیلی خوب برو حرف بزن برو بالا حواست جمع باشه برو بالا برو صابر وای ببخشید من چرت زدم مطمئن اینا بیرون نرفتن یا شما هم تو چرت بودی؟ پلکم نزدم من اینا یه راه دیگه میرن میان راه دیگه ای نداره یا بعد از این در بیان برم بیرون یا از پشت بون که اونم تش میرسه به سر کوچه که ما وایسادیم اینا خونه نیستن برای همینم من مطمئنم این چیز دست خودشونه شماره پسرک که گرفتی زنگ بزن بهش تو تالا دیدی من از کسی شماره بگیرم شماره‌مو دادم بهش تو نیستی اصلا دستا کجاست اون دو تا دستای خوب چرا بی صدا شده رنگی قصه بود پایین میگم اسکندری این بازداشتی‌ها تا کی پایینن چطور خب بنده خدا جاشون خیلی تنگه دیگه دیدی که چه جوری چپیدن تو هم اصلا دقت کردی بو پا میاد بابا یه دو تاشون که منتظرن وثیقه بذارن آزاد چند صبح از اون برن وای نذاشتن چی چه میدونم اون یکی بود که تو رو اشتباه گرفته بود خب با یکی دیگه میمونن اینجا صبح اینجا میرن ببینم اونی که منو اشتباه گرفته بود برای چی پایینه کتاب خطی خریده عتیقه تو کار عتیقه آره لجن اسکندری بله بابا بیا اصل جنسو نبردی شمارش گرفتی؟ پس دارم به کی زنگ میزنم خاموش لعنتی مطمئنی شماره خودشه؟
صابر نصاب محور مگه چند تا تو این محل هست؟ شما رو داد دیگه. این دفعه قراره 30-40 تا از این جوونا همسن ایشون دور هم جمع بشن شادی بکنن. خب این وسط قرص میخورن، نجسی میخورن، گل میکشن. علفه خوب. شما تا الان مهمونیشون رفتین؟ نه خانومم اجازه نمیده. یعنی البته خودم اصلا اهل همچین کثافتکاریایی نیستم. چند بارم ارشادشون کردم تاثیر نداشت. به خاطر همین به عنوان یه هموطن وظیفه خودم دونستم که بیام لوشون بدم. آخه برادر من، شما وقتی تا یه همچین مهمونی نرفتی از کجا میدونی چه خبره؟ ما که نمیتونیم همینجوری نیرو بفرستیم خونه مردم. بله بعدم اصلا دیگه میگن چهار دیواری اختیاری دیگه، به شما چه ربطی؟ یعنی دیگه بابا مال ده شماست لو دادن. باشه بابا. جناب سرهنگ، وقتی که اینا میان برن بالا من طبقه اولم میبینمشون. بعد فردا صبحم تو این کیسه زباله‌هاشون شیشه هاشون هست دیگه. آقا این چه دلیلیه؟ شاید شیشه آب لیمو مرد مومن، شاید شیره خوش میخوره بچه‌اش، شیشه شیر بچه. آقا شما آدرس یادداشت کن، ما همین امشب نیروی اعزام میکنیم اونجا. من انگشتم هتل هستم. آقا ما میخوایم برن انگشتشون خوب شد بیان. نه همین الان آدرس رو میگن سالارزاده یادداشت میکنه. بله. تو بیسیم منو کجا ببخشید هموطن بگو. قربان ببخشید. خواهی میکنم. برو به کارت برو. چشم قربان. رحمانیان، سلطان رحمانیان. بله. بله. سلطان کجایی؟ گاومون زایی بودی. آقا الان تو اتاق خادم بودم، گفت میخوام بریزن یه مهمونی تو محل بگیرن. خب بریزن، به ما چه ربطی؟ بگیرن به ما چه ربطی داره؟ دیوونه شدی؟ خب بگیرن که 20 نفر اون مهمونی میگیرن، امشب میریزن توی بازداشتگاه خنگه. فوش. چیکار باید بکنیم حالا؟ وایسا داداش، وایسا همینجا. داش یه سر کوچه وایسا، من الان برمیگردم. بله. ببخشید آقاتون هستن؟ آقامون کدومه؟ مثلا شوهرتون هستن؟ آقا اشتباه گرفتید، من اصلا شوهر ندارم. ببخشید می واحد 5 یه مرد پیدا نمیشه جواب منو بده؟ سرکار با واحد 5 کار داری؟ بله. در خدمتم. افسر جو قطع کن، من خودم اومدم. افسر جو قطع کن، مثل که خودشون تشریف آوردن. ببخشید. باشه. چیزی شده؟ شما واحد 5ی؟ بله با اجازه. امشب اینجا چه خبره؟ هیچ خبر خاصی نیست. پارتیه؟ همه دیگه آره؟ نه با یه مهمونی خانوادگیه. مهمون خانوادگی موسماسی رو چیپس خریدی؟ یه سالگرد ازدواجمون هم با افسانه؟ بله. افسانه گفت شوهر ندارم که. چرا چرت و پرت میگی؟ به من هیچ ربطی نداره. فقط اومدم بهت بگم که امشب کلانتری میریزه اینجا، مهمونی تو کنسل کن همین. آخه برای چی؟ برای چی؟ من نمیدونم. من دلم برات سوخت، گفتم بیام بهت بگم. ببین میریزه اینجا لود دادن و بدبخت. لوم داد کی لود داده؟ نگیر کسی ها. واحد 1. ایرجی؟ ایرجی زنگ چند زدی؟ ایرجی دیگه. عجب بوده به خری هستی بیشور نامرد. من اومدم اون لود دادم، تو بخوای منو لو بدی. اون یه کلانتری پدر منو در میارن. آقا نترسین، 10 بار خودش با من اومده مهمونی. یه بار دعوتش کردیم سوخته ما رو لو داده. واکن اینم. ببین آقا هر غلطی میخوای بکنی فقط منو لو نده. جون مادرت منو نده. افسانه جون با اجازهتون. هیچی افسانه جون، ایرجی دعوت نکرد رفته ما کلانتری لو داده. الانم هر چی زنگ میزنم وا نمیکنه. این درو میزنی؟ آقا رضا. آقا رضا، خوب آقا رضا، مرد که برای چی منو لو دادی؟ داش پاشو بریم. بودو سوارش بریم کلانتری، پاشو بریم. دیدی گفتم مرتضی نیست؟ خیلی شبیه این پسر مرتضاست. آخه اگه مرتضی بود اون تو چی کار داره؟ بابا دیروز اومدن اینجا لب جوب نشستن. یه دقیقه وایسا. من چه چرت میگم؟ اگه من دیده باشن چه اگه بیام لو بدن اینجا چی بدبخت کلی سر عزیز من چیو لو بدن اونو لو بدن چیزی گیره خودشون نمیاد که ما امشب اینو در میاریم میریم. عمرم ما این وضعیتی که میرم عمرم بتونیم امشب در بیاریم بریم. باید در بیاریم موری، کلی پولش آقا ثروتمون حقمونه. آقا من الان جونم برای خودم اهمیت بیشتری داره. ما مثل گاو پیشین سفید نمونیم توی مرد. اینا مگه ما نبینن یه چخ بزنیم. آقا خیلی خوب الان میگی چیکار کنیم؟ ول کنیم بریم نه عزیزم من برای خودم هم خیلی اهمیت داره. برای این نگیر بیافتیم چقدر باید آب خنک بخوریم؟ نداریم اینجا همچین کسایی. من که گفتم بیا بشین، چرا وایسادی؟ و 2 هفته سلاف تو هم برم به کار زندگیم برسم. اینا هر جا باشه شب برمیگردن خونه دیگه. من تا اون موقع میام. بیا بشین، الاف منی تو، اصلا چه کاری مهمتر از این داری؟ آره بابا. بیا هر کاری داری با هم میریم زود تمام شه.
اسکندری سویچ. شما دوتا ما قربان. بله بفرمایید. شما پدر جان خوش ببینید. بله قربان. رحمانیان سالارزاده. آماده چی می‌خوایم بریم بیرون؟ قربان ولی جسارتا جام سرنگ خادم به ما دستور دادن تو پاسخونه بمونیم. بله قربان هنوز اتوماسیون نشده. بله اتوماس. سالارزاده. قربان. بهش بگو خیلی حرف میزنه هنوز نیومده. رحمانیان. ببخشید. رحمانیان. بله قربان. رانندگی بلدی؟ بله قربان. تقدیم به شما. خیلی ممنون. تو هم راه بیو. قربان قربان بهتر نیست که یکی ما به خصوص من بمونم اگه اتفاقی تو کلانتری افتاد دفاع کنیم. میخوایم بریم دو تا کوچه بالاتر زود برمیگردیم. آمار یه خونه رو دادن انبار ماهواره است. بجنبین. ای نامردا. یواش رحمانیان. ما واردیم به کوچه تنگ اینا. کوچه تنگ واردیم. 14 سر 16 نگه دار. 16 آقا. بله. یعنی من بفهمم کدوم یکی از اهالی رد ما رو زده به اینو راپورت داده. ببین با ما همسایه‌مون اصلا همچی آدمایی نبودن که. این همه دیش و LMB رو چیکار کنیم؟ رحمانیان. بله قربان. چی میگیم پچ می‌کنیم بیایم پایین دیگه. چشم قربان. آقا فکر کنم کسی خوب نباشه. چه عجیب. تو کجا می‌دونی؟ قربان این حرف زیاد میزنه. بله من حرف زیاد میزنم قربان. سالارزاده. بله قربان. تو زیاد حرف نزن. زیاد حرف نزن. بله قربان. دیگه نیست. گفتم قربان. خوش شانس قربان. بدارم اینجا واسه. قربان فکر کنم بنبست باشه. من حرف زیاد میزنم آقا ببخشید. چرا این کاری داریم میشتم تو خونه هستن زاغی. یعنی زاغی کسافت تو زاغت سلام علیکم. من نمیدونم من تو کسی میدونید بگو دیگه راحت باش. من زنگ زدم. شما زنگ نیستن که. پلیس باز کن لاوالی. پیش میبرم. اینجا نمیتونی فرار کنی. این سین صدا داد. همه محله ریختن بیرون. من 2 تا دختر دارم. از طبقه بالا قشنگ حیاتشون دیده میشه. شلوارک میپوشن بالای زانو. تو حیات رفت آمد. محاصره. من که نمیتونم چشمای دخترمو چشمم ببندم که. خواهش میکنم اینا یه جوری جمعش میکنم. میان؟ بله میان. شایدم تو باشم. بله. پس میان. بله. قربون شما. بفرمایید. فقط نگید من گفتم. شما بفرمایید. باش قربان شما. نیستن سالار مردا نیستن. قطعا نیستن. رحمانیان. بله قربان. هنو برسون کلانتری. چش قربان. بریم قربان. تو کجا؟ کلانتری قربان. سالارزاده. بله قربان. واسه اینجا اینا که اومدن بهشون بگو بیان کلانتری. تنها قربان. بله قربان. نه مار. سالارزاده. بله قربان. بهشون زیاد حرف نزن. بابا حرف نزن اینقدر دیگه جلوی سلمان. عزیز من داعشی که نیستن. 4 تا دیش ماهواره این منو کردن یه شلوارک پوشیدن. اومدن بهشون بگو بیان کلانتری برید. چش قربان میخوایم اومدم با همون شلوارک بیارم درس عبرتی بشم برای دیگران. نه خیر بگو شلوار بپوشن. اصلا میپوشونمشون قربان. چش. بابا بپوشونه. رحمانیان پس چرا نمیری تو؟ آقا اگه اجازه بدید من برم بنزین بزنم بیام. بنزین نداره ماشین. به جون زود برگرد کار داریم. چش قربان. پیاده شدی که کجا داری میری؟ قربان من یه کار فیزیکی کوچولویی دارم برم انجام بدم برگردم. بجون بفهم. شما بفهم قربان. در ببر. ماشین رو در چرا اومد؟ ماشین. نه گفتم میخواستم دو در کنم. اشتباه سرت کنم. اینا رو چیکار کنی؟
اینا رو چیکار می‌کنم؟ دارم میگم تابلو رو تو زیرزمین خونه‌شون یه هفته نگه داره آواز لازم نیستش که وقتی کسی نه تو خونه کی میفهمه بچه تو پرتگو اینا یه دقیقه خودت ورود میگن گرفتن چی؟ من حوصله ندارم بشینم خودمون کشک خودمون رو بدیم خودمون که میان خودمون بگیریم خودمون رو دستگیر کنیم. حالا تو همه سلام. تو چرا زدی؟ خوب چرا من ریخته؟ نه که اصلا خوب نشدی. پا نمیخوای بگی قضیه این لباسا چیه؟ حالا میگم بهت. کی میگی؟ ما رفتیم خدمت. خدمت کی؟ شما چند بار میرین خدمت؟ ما خدمت دیگه سربازی با هم دیگه. دارا من میخوام یه پیشنهاد بهت بدم. دارا ما 2 میلیون بهت بدیم یه کاری برامون میکنی یا نه؟ 2 میلیون تو کجا بود؟ آقا تو اینو بذار تو ماشین در رو ببند بیا تو بشین. آره عزیزم بیا برات توضیح میده بیا. برادر جان چیکار کنی؟ بابا این بعد بره بگه من صابخونم که چی بشه؟ چرا این حرفو میزنی موری؟ ما تا به اینا صابخونه نشون ندیم اینا ما رو ول نمیکنن که. بعد تا ابد وایسیم جلوی در کشک خودمون رو بدیم. بعد کی بریم دستو پیدا کنیم؟ آقا بذار تو تمام میشی. تو رو عمرن این کارو بکنه. نگو این حرفو موری. چرا انقدر خودت تو دست کم میگیری؟ به جون آقا دختر دیوونت لاکر دار. حالا قضیه 2 میلیون چیه؟ سلام. دستتون نمیشوری عزیزم؟ نه یه لحظه اجازه بدیم. ببین ما الان آدمای واقعی نیستیم دیگه. یعنی ما 2 تا آدم جعلیم تو لباس پلیس. اونی که خودم فهمیدم اسمتون هم الکیه. ببین چقدر زبله. ببین عزیزم کلانتری میخواد بدون اینجا خونه کیه. ولی ما نمیخوایم بدونیم بفهمه خونه ماست. میخواد فکر کنه خونه توئه. میدونی چی میگم؟ تو میای میگی بعد هیچ خطری هم برات نداره. 2 میلیون هم گیرتون میاد. آها که اون وقت منو به خاطر نصب و پخش ماهواره ببرن بازداشت. نه ما رو که گوش نکردیم که. ما که نمیخوایم شما رو تو خطر بندازیم. یعنی موری هم نمیخواد همچین اتفاقی بیفته. ببینید ما ماهواره رو جمع کردیم. درسته شما میبرید میذاری زیر زمین خونتون. کی بعد شما رو ببره تحویل کلانتری بده؟ ما 2 نفر. ما میریم چی میگیم این خانم در عین زیبایی و اینکه تنها زندگی میکنه هیچ چیز غیر اخلاقی تو خونش ما پیدا نکردیم. بله اونم ازت عذرخواهی میکنن هیچ خطری هم برات نداره. خاک مادرم من عذرخواهی میکنم. آره فقط خودت باید تصمیم بگیری که به خاطر من میخوای این خطر رو بکنی یا نه. نه خطر نه منظور من اینه که با آگاهی تصمیم بگیری که این خطر رو میکنی. بابا زر نزن دیگه. آقا زر میزنه دیگه تارا خانم. 2 میلیون دیگه. بله آقا 2 میلیون مگه نه؟ نقد میگیرم بدهیتم باید. لباساتو نگفتین از کجا اومد؟ میگم بهت مرد نیستم اگر باشه تارا خانم شما برو الان ماشین خالی کن بیا سر کوچه. بعد حالا بیا سر خیابون 14 همونجا که قرار می‌ذاریم. آقا من که گفتم زر میزنم. آقا با اون زر با من زر با همه زر. اومد. خانم کارانی عدر بالا. سرباز با ماست. خواهرم بفهمی عجله کنید. بفهمی خواهرم. اجابتون خواهرم فراموش شد. بفهمید. بشین رو صندلی بشین حجابتون جام سوار مطلبی اومدی؟ بله قربان. چی شد؟ قربان حساب خونه رو آوردیم. سلام. این بله قربان. چه عجیب. چه جالب. تو ماهواره نصب می‌کنی؟ من به ایشون گفتم اصلا اشتباه شده. حالا معلوم میشه. شوهرت نصب میکنه؟ من اصلا شوهر ندارم. تنها زندگی میکنی؟ نه میدونی چیه من دانشجو هستم. توی این محل ما سری از این همسایه‌ها واسه من مزاحمت ایجاد میکنن و گیر دادن. البته من محلشون نذاشتم ولی فکر میکنم که اونا سوکسه اومدن برای من. باریکلا چی؟ باریکلا که محلشون نمیذاره دیگه قربان. سالار زده؟ قربان. بهش بگو زیاد حرف میزنه. من زیاد حرف میزنم قربان. قربان خودش فهمیده. قربان من یه جسارتی بکنم. به نظر من این خانم اصلا گناهی نداره به خاطر اینکه طبق تجسسی که ما یعنی من تنهایی رفتم خونه‌شون گشتم. چی؟ رفتی خونه‌اش با اجازه کی؟ قربان بعد چجوری من میرفتم تجسس میگن اگه تو نمیرفتم خودش بگو. بله تا صاحب خونه اجازه نداره که نمیتونه بره تو قربان. دیگه من معلوم میشه. سالار زده. قربان ببرش پیش جناب سرهنگ خادم. قربان جسارتا دیگه چرا ببریم وقتی جناب سرهنگو بگیم ما که مدرک میگم ببرش پیش جناب سرهنگ. خاصه ایشون نگاه کن با این برارویی که دارن تو خونه‌شون ما. قربان میگم ببرش پیش جناب سرهنگ خادم. بعدم بیایم میخوایم بریم بیرون چرا؟ بیرون قربان. بله بیرون. ایست بازرسی هم اینجا تو من. بله تو من. آقا جفتمون با هم دیگه. بله جفتتون باید بیاین. بنزین زدی؟ بله زدم قربان. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ چیکار کنم؟ ببرش بفرمایید. بیا. سالار زده. قربان. اون 206 نکمه دادیه رو بگو بزنه. قربان. همین. سالار زده راه قربان. هر 206 نکمه دادیه درش بزنه بابا. هر آقا صندوقدار رو چی موخیس بزرسی بود اینو میگی تو کل تهران به این بزرگی رو باید تو محل ما یه اتفاق بیفته دوزی مسلحانه. بیا برو. اون دیویسی شو نگرد نکمه دادی رو نگرد نکمه دادی
خانوم بیا بغل. خانوم بیا بغل. خواهرم خانوم مدارکتون رو لطف کنید. مدارک برای چی جناب سروان؟ شما لطف کنید نترسید. لطف کنید فقط تشریف بیارید در صندوق رو باز مگه کنید. چی شده؟ چیز خاصی نشده. این چه وضع لباس پوشیدنه؟ مگه چه جوریه؟ این چیه رو دستت؟ آدامس خرسیه با فضل پاک. بیا چی ببینم. بفرمایید پایین. بفرمایید. بفرمایید در صندوق رو باز کن خانم. باز کن ببینم تو این چی. آرومتر. تو یا لحظه کنار وایسی. خانم عقب دست بزن. حمله نکن. واسه شخصی رو نگاه نکن. واسه شخصی نگاه نکن. احساس خیال آب رادیاتوره. آب رادیاتور میذاری تو صندوق؟ دوز مگه گرفتی؟ حالا برین کلانتری معلوم میشه. کلانتری چی؟ خانم بفرمایید برید. وظیفه ما لطفاً بیا. اونه شدی بیا اینجا ببینم چی میگی؟ چه آدم ساده آقا جمعگیر شدیم ما اومدیم دوست بگیریم به ما چرا ربطی داره اینا چی پوشیدن؟ موشون بیرونه یا نمیخواد تاتو کنه که یا هر چیز دیگه ای. سلام علیکم رحمانیان چه خبر موردیه؟ نه قربان رفع اتهام شدن تفتیش شد. بابا ردشون کن برن ترافیک میشه. اعمال قانونشون کردیم قربان. حرکت کن آقا حرکت. خانم حرکت کن بفرمایید. یه ذره حواستون به 206 های دیگه هم باشه بد نیست. خانم برای مگه نه اعمال قانونت میکنم ها. بیا ول کن بابا این مسخره بازی چیه در آوردی؟ یه روز با این لباس ترانه بزنید نسخ دخترا رو بکشید. تو بعید نسخ بکشی نسخ دو تا جوانی که موشون بیرونه. ما اصلا به ما چه ربطی داره موی که بیرونه با کی بیرون نیست؟ مگه مسئولین نمیدن 4 دیواری یک بیاری؟ تو چی میگی؟ خیلی خوب. آقا مشکل جوونای ما اینه نسخ میخوای بکشی. نسخ میخوای بکشی. خیلی خوب سلام گوه خوردم دیگه بس دیگه. یه دفعه ما کجا اومدیم؟ یه دفعه خودمون دیروز اونور بودیم الان اینور شانسی گوه بخورم سرقت مسلمانه بکنم. بیچاره ما نصاب ماوریم اینجا ما کارمون خلافه اون و بریم ما مهندسی. باشه آقای مهندس باش بدون به سر کنید. اوه نکن کارون کن. وای دیدنمون اینا اگه اینجوری هم پس این همه LMB و دیش و اینا تو حیاط اینا چیکار میکرد؟ حتما واسه رد گم کنی. کجا؟ اونجا دفع کنیم بعد سلام زاده رحمانیان یکیتون با من بیاد یکیتون اینجا بمونه. من چش دارم خیلی اون اشتباهی بزنم. رحمانیان اومد قربان. وقتی لباس تنشون ماشین پلیس میرین و اسلحه داره اسمش چیه؟ حواست به من باشه. چشت به من باشه زیپ تنت هم بسته باشه. چشم آقا چشم. یا
آقا تیر خورده قربان بزنشو قربان بزن مصالح خیلی الان میزنش آقا زدمش آقا زدم افتاد اونجا آقا اونا خیلی خوب خودتو کنترل کن برو دنبال اون یکی تنهایی آقا برو من اینجا داشتم مراقبت کردم فکر کنم مسلمش صدای تیر من شنیدم قربان مسلم قربان نیروها آرایش میگیرید قربان تو آرایش کنید من میرم بالا یکی تو وایس مراقب اینا باشه هنوزم شک داری؟ سالار زده قربان چیکار میکنی؟ بیا اینجا چیکار میکنی؟ قربان خون اومده دستتون آره ای وای پیرانتون پاره شده گلوله خورده سالار زده نیروهای کمکی رسیدن بله قربان رسیدن رحمانیان مرد چی داری میگی سالار زاده دنبال سارقین رفته بالا برو کمکش دست سناس دست قربان من موافقم متعامل نمی‌شم قربان سالار زاده میگم برو قربان امکان نداره سالار زاده زیاد حرف میزنی قربان دووم میاد دنبالش قربان دووم میاد برو کمکش کن دست سناس نامردا قربانو زدن کسافت من که نگفتم قانون چی گفت بهشی حالا تو پشتک بزن ببینم میتونی پشتک بزنی صابر میران دستت که بابا چیزی مردم خورده به دستت بابا هوچی بازی در نمیپاشه باید بریم سراغ اون دسته توف درود بریم سراغ دست من دستم قد داره میشه یه سی باید بیار من اینو ببندم بابا هوچی گری نکن بابا این طول نگاه کن ببین اینا رو نگاه کن چقدر طلوعه جمع کن بریم باید اینو برداریم بریم جمع کن بریم بابا پایین پر ماموره خب درک ماموره اونا که نمیدونن ما کی هستیم ما جلی هستیم اینا برمی‌داریم به خودمون یه در دیگه میری پایین اینجا خدا اینا 2-3 میلیارد بیشتر نمیارزه اون دست 30-40 میلیارد پولشه صابر الان این دست ماست اون دست مهم نیست همین که دستمونه مهمه آقا اینو بکن تو گوشت من برای اینا تیر نخوردم من برای اون تیر خوردم ما امشب بعد اونو در بیاریم فهمیدی ببین امشب تو رو میبرن که اینا تو دست تو در بیارن من میرم اونجا سربازای واقعی میان لو میرن پدرمو در بیار تو بعد اونو در بیاری فهمیدی خیلی خوب نوکرتم من اینو در میارم ولی اینا همینجا ببریم یه جای قایمش بکنیم دمت گرم بابا شانسمون رو نمیبینی هر چی قایم میکنیم یه چیزی میشه اینا الان اینجا قایم میکنی فردا میشه آگاهی من میمونم تو یه کلانتری یا آگاهی اینو میخوای حرف منطقی اومدن مرتضی دارم میاد ما باید این کیفو تحویل بدیم تا تو بیمارستان تیرو از دست من در میارن تو اون دست از زیر خاک بکشی بیرون خیلی خوب نوکرتم باشه بریم من که گفتم اینو باید اصلا ببریم تحویل پلیسا بدیم مثلا چه کاری ما میخوایم انجام بدیم باشه داداش باشه اصلا من برمیدارم باشه بریم دو نفر هنوز داخل نیروها رو بفرست چی بدو یکیشون تیر خورده میبینم چیکار کنم وسط این همه پلیس کاری نمیشه کرد برو سمت کلانتری بالاخره اون یکی میاد برو دیگه دستیزه میفته گردنمون زنده هست بلش کن بمونم دست نزد ورتش پول طلای من با یکم میلیون میدم بشین میبیننمون سرکار اینجا با این هست الان سرهنگ میره چیزی به اون میگه زودی برمیگردم
تمام پرونده رو اجازه بده من شب مشتری دارم. اسکندری سلام خانم سرکار ببخشید کجا میبری سرکار خانم؟ فتویی نیست میبرمش طبقه پایین اتاق مشاوره منتظر باشن تا بیاد. خانم فتویی برای چی؟ سوء سابقه دیگه. نه من میبرمشون. نه جان من میبرم. نه برای شما زحمت بشه من میرم پایین دیگه میبرم. برو بفرم خانم سرکار خانم بفرمایید. چه نرفتی موندی پس شهر هرته معلومه رئیس کانونتری حرف منو باور نکرد. خب زنگ میزنی همسایه که لوشون داده بیاد. یارو اومد گذاشت نوش گفت این نمیشناسه صابخونه نیست دروغ میگه. تو چی گفتی بهش؟ چی میگفتم نامزدشم. گفتم اصلا تا الان ندیدم نمیشناسم. خب خوب کار کردی الان نیستی بعدا که نامزد میشی. چرت و پرت چه میگی؟ صابر کجاست؟ چی شده؟ گوله خورده تو عملیات. گوله؟ عملیات؟ کجاش گوله خورده؟ دستش خورده جای مهمی نخورده. شما داری چه غلطی میکنی؟ من آوردی اصلا اینجا چه کارم کنی؟ بابا کاریت نمیکنم. تو دقیقه اینجا وایسا. دهنم به جگر بزن من خودم میدونم چیکار کنم دیگه. یه دقیقه صبر کن اینجا نمیشه. یه دقیقه صبر کن. چطوری که من نمیرم من اونجا نمیتونم تو بده بابا اون سنه الان برمیگره باید بریم تو اینجا جل نداره که جل؟ میگم نداره برو تو برو عشقم برو جذاب ببین آقا من دیگه نمیشه ای زهر ما من نکنی اونجا بریم من کار دارم شب مشتری دارم عشقم 2 ساعت دندون دیگه جیگر جذابت بذار من الان برسم خیلیه ای خدا رحمانیان. بله قربان. ازت انتظار نداشتم. چرا قربان؟ پسر گل کاشتی. آفرین. آها قربان خیلی من وظیفه بود قربان. این مطلبی و رفیقت اسمش چی بود؟ سالارزاده قربان. سالارزاده اوضاعشون چطوره؟ خوب آقا فقط نفر یه دونه گوله خوردن. ولی خیلی جدی نیست. نه قربان فقط یه گوله است. ببین میدونم الان از مأموریت اومدی ولی ما اینجا نیرو کم داریم منم باید برم بیمارستان. خسته که نیستی. نه دیگه قربان. پس را بیا. ما ظاهرا رفیقان بس نارفیق بودیم هر پشت اعتمادی زخمی به قربان. این چی میگه؟ سالارزاده کی میخونه؟ منم دیگه قربان. نه منظورم اینه که کی خونده. داری نمیشناسم من اینا رو. این آشناست. برای منم آشناست قربان. پیداش میکنم. این بود؟ خیلی ولی تو مخمه. ما ظاهرا راحت بشین جناب سروان ما چطوره نشه جان؟ تو چطوری پسر شجاع؟ گل کاشتین. آفرین. حالا یکی چند تا تیر خوردین؟ من یه دونه خوردم قربان. یک جناب سروانم یه دونه من خوردم. نوش جونشون. صادق سالارزاده رو میگم. نوش جون سالارزاده. سلام. چه خبر؟ پرونده بسته شد؟ بله فقط یه سوال من از جناب سروان این 2 تا سرباز. بفهمین در خدمتم. بکن. سگ طلا چند تا بود؟ یه دونه. یکی چطور؟ طلا فروشی ادعا میکنه که سگ طلا 2 تاست. دورینو مدار بسته اینو ثابت میکنه. ولی ما یه دونه پیدا کردیم. خود سارقین چی میگن؟ اونا میگن یکی ولی جور در نمیاد. خب ما میگیم یه ساگ. جناب سروان میگه یه ساگ. سارقین میگن یه ساگ. ایشون هم میگه یه ساگ. بعد چون طلا فروشی میگه 2 ساگ شما میگین 2 ساگ. دوربین مدار بسته میگه 2 ساگ. آقا نعوذ بالله دوربین شاید 2 ساگ و 1 ساگ کرده باشن. طلای گم شده بیشتر از 1 ساکه. با اجازه شما تا روشن شدن موضوع این 2 تا سرباز تو دسترس باشن. باشه. میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بله. من مطمئنم اینا دارن بازیمون میدن. شکم ندارم مربوط به چیزه. آبا بده. چطور؟ بابا این سربازه میگه اینا امروز تازه اومدن این کلانتری. والا امروز اومدن یا یه روزی که چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که سربازن و الا نمیرفتن تو عملیات گوله بخورن که. اینا اگه تازه اومدن یا جای دیگه سرباز بودن یا آموزشی. اینا از 20 روز پیش دارن با ریش بلند و موی بلند تو شهر میگردن. تازه مگه فامیلی اکبر سالارزاده بوده که پسرش سالارزاده است؟ شاید اکبر دروغ گفته. اکبر دروغ گفته. آگهی ترهیم هم دروغ چاپ میکنه. اونجا نگاه. من امشب تحتوی این ماجرا رو در میارم.
من غلط کردم، اشتباه کردم واقعا. 2 ساعت من تو پشت تشنه موندم. غلط کردم. من خودم امشب اینجا میبرم بیرون. نه همین امشب خودم میبرم بیرون. نمیتونی بری بیرون. یه دقیقه صبر کن. چی دارم بهت میگم عزیزم؟ چی میگی؟ یه دقیقه صبر کن. من میخوام یه کاری برای من انجام بدم. من دیگه هیچ کاری خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. یه کار برای من بدبخت انجام بده. یه کار فقط. باش میبینم. کار مگه اینجا چشه؟ ریزش کرده داره میریزه اینجا. بیا بیرون بعد درستش کنیم. بیا برو ببینم. دستشویی نمیخواد بیرون. بودو ببینم مستقیم. بودو. رابی آقا صابر همکاری تو برو دیگه. رابی ببینم. بودو. رابی جان آقای خانم چی کار میکنی؟ میگم حالا کی میگی؟ میگم عزیزم. ببین اینجا یه خونه متروکه بوده. خب من و صابر آوردیم اینجا یه چیزی رو قایم کردیم. پس به خاطر همین لباس سرباز پوشیدی اومدیم این تو. آره بابای صابر یه چیز ارزشمندی رو داد، ما اینجا قایمش کردیم. یعنی ارزش داشت صابر به خاطرش تیر بخوره؟ صابر تیر بخوره، باباش تیر بخوره، من تیر بخورم، تو بخوری، بابات بخوره، اصلا همه بخورن. میدونی چیه ماجرا اینه که من میتونم اینجوری برای تو خونه بخرم، برای خودم خونه بخرم، میتونیم با هم دیگه ازدواج بکنیم، ازدواج کردیم کشتی بخریم، کشتی سوار شیم اینجا بریم پاتایا. میدونی چی میشه؟ چه اتفاقایی میفته؟ خوشبخت میشیم. حالا چی هست؟ یه عتیقه که به 30 میلیارد قیمت. خاک تو سرت. چرا؟ من خواستی به من 2 میلیون بدی؟ عزیزم من که بهت گفتم 2,500 همون موقع یادت نیست تو حیاط. فقط داشتم جیب من تو نداره که من گفتم برات خونه میخرم، یادت نمیاد؟ حالا کوشش همینجاست. من اینقدر نکنده بودم، من نمیدونم اینجا چرا انقدر سفته. شاید اونجاست چه میدونم، یه جای دیگه خاک کردیم. نه بابا ما از همین دره اومدیم تو اینجا خاک کردیم، دقیقاً جلوی پنجره کو؟ اینجا پنجره بود. نبوده. شاید همون اتاقی که من توش بودم اونجا پنجره داشت. اینجا نه اونجا اومدیم ما پله داشتم، پله اومدیم. اونم پله داشت. اونجا پله وای خاک به سرم. یعنی ما تا الان رو گنج بودیم نمیدونستی. وای خدا. صابر میگم خدا چیکارت کنه. اب نداره. ببین من میرم اونها رو میارم اینجا، اینا پر میکنیم میریم اونجا درش میاریم. خب بیا تو اینو بگی دستت خط خش نیفته. بله الان میام. عشقم تو اینجا رو پر کن، من برمیگردم. خیلی باز بری؟ عتیقه رو ول کنم کجا برم؟ عتیقه من چی؟ تو رو ول کنم کجا برم؟ چیه؟ بابا یکی بیرون کارت داره. کی؟ یه خانم اومده مشخصات تو رو میده، میگه با مرتضی کار دارن. خودت بیا ببین کیه. ببینید اون آقایی که تیر خورد و نمیگم، یه آقای دیگه همراهش بود اسمش مرتضی. من خودم دیدم اومدی اینجا. بعد شما میگی نه مرتضی. مگه اسمت مرتضی نیست تو؟ من صادق رحمانیانم، ولی بعضی از دوستان صمیم منو مرتضی صدا میکنن. چرا؟ خب ما مرتضی صدات میکنیم دیگه. من برم بیرون ببینم اینا چرا منو مرتضی صدا میکنن. بفرمایید بیرون. الان برمیگردم. خاموش کن این لعنتی رو. جلوی کلانتری من این تو اینا پدر منو در میارن. خاموشش کن. چیز کجاست؟ نفهم. بفهم من چی دارم بهت میگم. تو نمیفهمی. فکر میکنی ما نمیدونیم شما سرباز قلابی؟ کیم چی حرفی زده؟ کسی نگفته. بیا بریم تو کلانتری معلوم میشه. وایسا آقا وایسا. اصلا فکر کن چیزه. آره شما فکر کن چیز شده. من اصلا فکر کنم قلابی. اون چیز اون توئه؟ اون تو؟ نه. خب پس کجاست؟ آقا اصلا من نمیدونم. من همه فکر و ذکرم پیش صابره. اون تو گیر افتاده دیگه. امروز یه عملیات کردیم، یه ساکی طلا گم شده، فکر کنم ما برداشتیم. بریم صابر در بیاریم. صابر خودش میدونه چیز کجا چیزی میده بهتون. بریم سراغ صابر دیگه. روشن کن بریم سراغ. نه من نمیام. بیخود کردی نمیام. بابا برم کلانتری. بابا من سیس. کجایی تو گوری؟ بابا پدرم در اومده انقدر اتفاقی عجیب غریب افتاده. چرا؟ مطلبی کجاست؟ فکر کنم رفته دستشویی درش آوردی؟ نه بابا اون بازداشتگاه فکر می‌کردیم دستوش اصلا دستوش نبود. اون دست یه دونه بازداشتگاه دیگه بود، فکر می‌کردیم دستوش نیست. دقیقاً آقا درش آوردی؟ نه. خب در نیبودی برای چی اومدی اینجا برای من دست کنی؟ بالا سرش. به تارا گفتی؟ مجبور شدم صاحب نمیتونستم بهش نگم. اون خبر برداده بودن دنبالمون بودن. اونها هم دقیقاً آوردن. به اونا گفتی؟ ببین اونا خودشون فهمیدن. گوش کن اونا خودشون فهمیدن. اومده
توی کمتری میگم مرتضی داش آبرو حیثیت منو یعنی چون گفته مرتضی بهش گفته 30 میلیون بابا چه گفته بله من آوردمشون اینجا آوردی گوش کن من بدون ماشین که نمیتونستم تو را اینجا دو در بکنم آقا تو میبریشون خونه گوش کن تو میبریشون خونه حواسشون رو پرت می‌کنی من میارم تو کمتری میذارم میپیچونیمشون خب الان حرف بزن خفه شو الان ببوس بریم تا مطالبه نیومده ببوس بریم تو به همه گفتی بده من لباسم رو بدم رحمانیا کثافت زد تو بازم. بله قربان اینجا چیکار میکنی؟ اومدم سر بزنم قربان. تو 2 ساعت هم نمیشه اینجا رفتی. راست میگن دیگه. قربان من پسر خالم دلم براش تنگ میشه کم ببینمش. بعد به شما یه علاقه بسیار زیادی پیدا. سالار زاده. حرف نزن دیگه اینقدر. ببخشید من زر زدم دوباره. آره کجا میخوای ببری؟ قربان من بهتون نگفته بودم. من وقتی تیر خوردم این تیر لعنتی به بازوم نشست. روحی هم شکننده شد. دارم میرم پایین خلوت کنم. تنهایی من نیام. با رحمانیان با هم میریم آقا. بفرمایید. بیا بریم. مراقب خودت باش. برو. من دارم به زربان میگم من دارم خلوت کنم تو میشه اینا که تو بزن حرف بزنم. برای جان سرنگ یه ماشین پلیس دنباله چی؟ مطمئنی دنبال ماست؟ فکر کنم. دنبال چیه بابا؟ چرا اینجوری؟ بپیش راست. آقا چی میگی؟ آقا تندتر برو. یعنی چی تندتر برو؟ تندتر برو. چه چیه دیگه تندتر برو؟ آقا برای من هیجان خوب نیست دیوونه واسه در نیاری. ما تو رفتیز بیمارستان لعنتی فراری دادیم. آقا مگه بیمارستان فراری ببینم چیکار میکنن. مگه زندانشو چرت و پرت میگی؟ بزن کنار. صندوق چیکار کنی؟ چی تو صندوق داری؟ بابا نهایتش 4 لیتر عرق داری میگیری 80 ضربه شلاق میخوری دیگه. آروم بزن کنار. بزن بغل. برو نگاه کن. بابا دیدی ما مکانیش میخوری هیجان دست. من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو تا الانم بهتون چیز نگفتم به خاطر خواهرم بودا. بابا من تیر خوردم انسان باشید بابا. تو هم اینقدر لطفی در نیا از مؤدب. مطمئنی چه سخونه است بازم داری بازیمون میدی تو. بازی چی خانم چه حرفی میزنی شما من تو پیاده کنین بری خونه چیزتون از صابر بگیرید. بله من ما وقت نداریم میریم خونه. بابا وقت نداری منو پیاده کنی شما بریم من خودم میرم کلانتری. اول چیزو تحویل میدی بعد هر گوری میخوای بری میری. خب بس برادران من خوبم بابا رحمانیانه سرم پیاده شو. صندوق چیکار کنی؟ صندوق مگه چقدر تو عرق تو داری؟ عرق چیه؟ کوکائین؟ شیشه؟ کرک؟ قلیون داری؟ گرس بگو به ما که دوم طلاق گم شده بود یا اول پس در مورد دستی چی نمیگیرم پیاده شی در مورد دستی چی نگه بدبخت بشه پیاده شی گریه نکن این دخترها چیزی شده؟ فکر کنم آزاد شد مگه نه موسیقی رو میگم 2 سال اشغال از دست دادیم